سلام دوستان روز بخیر چی هلن муҳаббати беканори як сокини оддии амрико ба забону фарҳанг ва мусиқии тоҷикӣ. ӯ то ба ҳадде ошиқи тоҷикистон аст ки ҳатто барои худ номи тоҷикӣ интихоб намуда. من کامران هستم. My Tajik friends call me Kamran. My name in English is Ken, but I feel honored that they consider me a part of their culture and call me Kamran. کین از کالیفرنیای آمریکا مهمان دائمی خانواده‌های تاجیک است. مهمان نوازی تاجیکان و هنرنمایی آوازخوان‌های تاجیک او را به وجد آورده است. به خدا I love Sadriddin. Okay. I love her name Shabnam Suraya. Okay. There's another one Amonkulova. Nigina Amonkulova. او سرود می‌خواند، البته با زبان تاجیکی. این است که همیشه گلی سری سبدی محفل‌های دوستانی تاجیکش است. برای دل هم دل نیست، برای دل منزل نیست، مرا در این راه ساحل نیست. بعد تو دیگر شام و هم سحر من نایه ندارم. هم بود و نبود شعر و هم سرود من نایه ندارم. اشعار شاعران کلاسیک تاجیک را مطالعه می‌کند و حتی آنها را آهنگ می‌بندد. You guys have amazing poetry. The way that your language is structured is perfect. I feel like it was made for poetry. عشقش به موسیقی از کودکی منشأ می‌گیرد و گیتار نوازی یگانه هنری او نیست. با یک مرد چیل هنر کم است. I really like that. صحبتی کامل خبرنگاری سلام آمریکا به زودی در این شبکه در یوتیوب نشر می‌گردد. ابونه شوید و آمریکا را با دیدی نو ببینید. با تاجیکستان برای سلام آمریکا خداحافظ. سپاس دوستان. سپاس، سلامت باشید دوستان.